Everyone has a story. Everyone has been through something that has changed them. So, never judge a person by the chapter you walked in on. با سلام به همه عزیزانی که این کلیپ رو تماشا میکنن. اینجا با من بیشتر آشنا میشین. در مجموعه نان امین مشغول به کار شدم. ابتدا ارشا اژدانیه و بعد اطلس مال. اینجا سوپروایزر عزیزمون آقای مهدی حضوری و دوست عزیزم مسیح جان. ما صبح از ساعت 6:30 تا ساعت 11 پخت نان رو انجام میدادیم و در ادامه مشغول پخت شیرینی، انواع شیرینی ها و نان های لایه‌ای می شدیم که کروسان و دانمارکی از جمله اونها بود. اینجا تولد استاد عزیزم مریم بانو بود که دور هم دیگه جشن گرفتیم. اینجا هم تولد خودمه که برای من یه سورپرایز در نظر گرفتم و سر منو توی کیک فرو کردن.